آماده شدم بریم برم باغ گل هلند که خب خیلی معروفه. الان 2 سال خورده، یه نزدیک 3 ساله که من اینجام و هنوز نتونستم برم ببینم. امروز گفتم برم اونجا و یه ولاگم تهیه کنم، ویدیو بگیرم، شما رو با خودم میبرم اونجا که ببینید. و اسم این کلا کلمات هلندی بسیار سخته. اسمش کوکهوفه. گوش کنید. کوکهوف. کوکهوف. کوکن در زبان هلندی یعنی آشپزخونه. هوف هم یعنی باغ، حیاط. اون زمانهای خیلی قدیم اینجا محلی بوده که گیاهان دارویی رو درست می‌کردن، در واقع آشپزخونه بوده. چون کوکن میشه آشپزخونه. هوف هم یعنی باغ و حیات. فکر کنم آره، بذار چک کنم اطلاعات اشتباه ندم. آره دقیقاً هوف به معنی حیات یا باغه و خب گیاهان دارویی درست می‌کردن. بعد من الان امروز تصمیم گرفتم که برم به مزرعه گل، بیشتر فکر می‌کنم گل لاله باید باشه، ولی ممکنه گل‌های دیگه و انواع گیاهای دیگه رو هم ببینیم. پس با هم دیگه میریم که یه روز باحال داشته باشیم. بریم. البته بنده میرم، شما لطف می‌کنید، منت می‌ذارید برای سر من، قدمتون روی جفت چشمای من این ویدیو رو نگاه کنید، همراه من تشریف میارید به مزرعه گل لاله در آمستردام به نام کوکهوف. رسیدم یه شهری به اسم لیدن. بعد از اینجا یه اتوبوس بگیرم برم کوکنهوف. اینجا که لیدنه من یه دونه اتوبوس سوار میشم و اسم همون کوکنهوف پلتفرم 854 که رفت. نوی اوکی ما بریم پیستاپ بیستیم واسه اتوبوس بعدی. وقتی وارد شهر شدیم اینجا اولین گلای لاله رو دیدم. بسیار با شکوه بود، خیلی قشنگ بود. دشتو ببین، یک سر قرمز گل لاله، خیلی قشنگ و رویایی بود. رسیدم ولی فکر نمی‌کردم اینقدر شلوغ باشه. باید برم بلیط بگیرم. من گرفتم و برم داخل. البته توی وبسایتشون زده بودن 21 یورو ولی اینجا من 25 یورو پرداخت کردم. وقتی وارد باغ شدم واقعا انگار وارد بهشت شده بودم. گلای قشنگ همینجوری که میبینید، رنگ و بارنگ و صدای پرنده ها که میخوندن بی‌نظیر بود و با شکوه. احساس میکردم یه در باز شده و من اینجوری هل دادم وسط کارتونا. خیلی زیبا بود، خیلی قشنگ بود، خیلی. و جای همگی خالی. زیباست، انگاری آدم داره تو بهشت قدم میزنه. همه جا خیلی خوش رنگ. شوفا اینو نگاه، ترکیب رنگ رو ببین. من بگم بی‌نظیره، فقط هم این کلمه رو میتونم بگم. احساس میکنم کلا امروز کارتون و فیلم هم خیلی خوشگله. بر من خیلی جالب پارک این همه گل داره. من تنها چیزی که خیلی جلب توجه میکنه واسم فقط گلایی که صورتی آبی هست، نه که بقیه قشنگ نباشن، بقیه هم خیلی خوشگله ولی خب این خیلی فرق میکنه. مثلا مدلش هم یکیش فرق بی‌نظیر.
خیلی قشنگ بود و ترجیح میدم بقیه تایمم رو یکم بشینم لذت ببرم، چون تقریبا از همه جاهاش جایی که خوشگل بودن فیلم گرفتم که بتونم یه ویدیو بسازم و حالا ممکنه کوتاه باشه ولی شما هم بتونید از زیبایی‌های اینجا لذت ببرید مثل من. توی باغ از این فروشگاه ها زیاد بود و شما میتونستید به عنوان هدیه برای کسی چیزی بخرید و برای خودتون، و منم بین این دوتا کیف این رو انتخاب کردم و برای خودم خریدم. چیزی خریدم برای خودم و الان میخوام بایستم، یعنی منتظرم ببینم آیا قهوه آیس کافی گیرم میاد یا نه. خیلی خوب. آیس کافی که گیرم نیومد، نداشت، یه کافی خیلی نرمال داشت. نرماله در حالت عادی بدن، اون وقت اینجا ما اینجا شلوغ هم بده هم گرونه. یه دونه لیپتون گرفتم برای اینکه خیلی گرمه، این حداقل خنک‌ترین چیزه و دیگه برم یکم بشینم، یکم حالش رو ببرم. شما شاهد زیباترین صحنه هستید. جاتون خالی واقعا. خب اینم از امروز ما. همه جاهایی که فکر می‌کردم خیلی قشنگی براتون گرفتم. امیدوارم که خوشتون بیاد. اگه دوست داشتین که بقیه ویدیوهای منو ببینید لطفا این زنگوله رو بزنید، سابسکرایب کنید، توی کامنت‌ها به من بگین که ممکن است چه ویدیوهایی خوشتون بیاد، من بتونم براتون اونها رو بسازم، چه ولاگایی دوست دارید. و اینکه واسهتون آرزو می‌کنم همیشه سعی و سالم باشین. اول سلامتی و روزگار خوش و به کامتون. تا ولاگ بعدی، خدا نگهدار.